جوونامون ایرانیا بیکارن، افغانیا سر کارن. افغانی واحد پول کشور افغانستانه. خب بله رعایت کن. اصلا این آدم تو کشور من حق دفاع داره از خودش. کشور من خودت داری به صورت قاچاق از کشور خارج میشی، میگی هیچ چیزی اینجا سر جاش نیست، بعد شد کشور من. بعد سوال مهمتر، شما هر جایی از دنیا بری به عنوان یک مهاجر، به عنوان یک کسی که غیر قانونی داری به اونجا سفر میکنی، مقیم اون کشور با شما یه همچین برخوردی بکنه، خوشت میاد؟ میدرسی از اون؟ آقای باید بترسم، شما مثل ما انسان هستید. کجا حرف میزنی؟ اصلا گفتن اگه طلاها رو با پول به من ندی، من زنگ میزنه پلیس که بیایید تو را رد مرز کنه یا ببرید زندان ببره، چون غیر قانونی است اینجا. بعدشون این خانم طلاها رو برداشته. دروغ میگه آقای قاضی خدا شاید من کرد، خواهرم چند سال زحمت کشید تا پول جمع کردیم. میدونی این پرونده چیه؟ نه. خفتگیری، زورگیری، کلاهبرداری، همش هم مربوط میشه به اتباع، یعنی کسایی که نمیتونستن برن شکایت کنن، چاره‌ای نداشتن. فعلا تحت بازداشت باشین هر 3 نفرتون، چون من احتمال اینو میدم که بازم پرونده های دیگه ای باشه